که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریکی شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریکی شما گویم از بزم و طرب شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. السلام علیکم عزیزان دل، تماشابینان عزیزی این تبریکات ما و البته مخلصان عزیز. امروز ما در شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروزی فرنگ زایتی آمدیم. از نام نزدیکانشان، از نام خواهرشان و این لحظه های خرسندی شادیانه شادباش را همراه شمایان به هم میبینیم. امروز این تبریکات البته غیر چشم داشت است، سورپریز است. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم بانوان عزیز، خواهران، زیبایان سمرقند. من امروز در این در این کارخانه که زیبایی را می آفرند، جشن زادروزی فرنگ زایتی را جشن گرفته ایستاده بودیم. یک تا برایشان پرسک زنیم، پیشم را تکلیف میکنیم. فرنگ زایتی مرحمت. نزدیکتر بیستیم. اینا بینید که چقدر فدایی کاری خودشانه در روز زادروزشان هم از جای کارخانهشان یافتیم. البته برای مجازانشان، برای تمام دوستانشان فداکارانه کار میکنند. فرنگ زایتی زادروز مبارک. همینجا به نزدیکتر بیستیم. زادروز مبارک. روز تولد رو مبارک باد میگیم. بانوان عزیز، سن و سال زن رو پرسیدن از روی آداب نیست میگوییم در عرفیت سمرقند. ما میگیم امروز چند ساله شدن؟ 17 بمی 18 بمی؟ 17 اولیان نه و 18 قدم باشید. بگذار جشن زادروزتان مبارک باشد. همیشه صحت سلامت باشید. در سر اهل و عائله نزدیکان همیشه سربلند شده گردید. امروز فرنگ زایتی تا یاد کنیم و نام کی اومده که تبریک باد؟ کم که سربناز بوده. انا دیلشان دیافت. البته از نام فعالان عائله‌تان، از نام سربناز زایتی حاضر اکیتون هم غیر چشم داشت بودن، نمیدانستن سورپریز بود. سربناز زایتی گفتن که من خانواده‌ام با یک تا دختر، هر وقتی که عائله بستم همراهی شوهرم، برای من باز خواهر زیاد شدن. در آن خاندان قدم گذاشتن، مرا همچون خواهری خود قبول کردند. مهربانترین در حیات هم خیلی انسان‌های زیبا میکنند. خودشون هم، طبیعتشون هم، فعلشون هم، تمامی حیاتشون هم خیلی زیبا است. میخواستم خیلی زیبا شده، جوان شده گردن، هیچ وقت خستگی را نبینن، هیچ وقت کسل نشدن. البته از نام سربناز زایتی، از نام اکیتون فروخکه، از نام طلبشاه، میرندشاه، از راهی دور از نام مادرجانتان شما تبریک میگیم. برای صاحب جشن میگویند پیش از همه سلامتی است. هیچ وقت شما سلامتی ترک نسازد. الان خیلی مجازانتان قطار شوند و هم خیلی زیبایی آفریدن گیرید و هیچ وقت هلاک نشوید. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز سربنازایتی میگویند برای من خواهر است، نه برای من خواهر. برایشان گوید که
دو دیده غمگسار دارد خواهر دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر بهار شود اگر چخیره که بالای همی سبزاور خودی بارون باری شبنم میریزدن الان شبنم برای خواهری من هستند چند زیباییشون هیچ وقت تر نسازد و همیشه شکوفان شده کردن زادروزشان مبارک خودشان آیلی موبا گلی ثبتی خاندان خودی انمی خواهری من هستند ترنگزایتی خودشان گلی ثبتی خاندان انمی موبا اگه گلهای سمرقند باید گلدسته زیبایی انتخاب کردیم برایشان تقدیم سازید عینه زور عینه زیباش با اون کس لایق بودن میمونان ایتا کرسک زنمی گلدسته میسپاریم زادروز مبارک زادروز مبارک، روز خورسندی مبارک باشد. حاضر با فکرم اینجا همه یک جای خواهر برین، آی که برین کار میکنید خواهر کلامی کی؟ حاضر چه من این کس مرحبا، بیت که کلاس کومی هم اینجا؟ مرحبا نامشون؟ گلچهره بایتی من فرنگی صد بداره چه نیتون باشد نیتون برسید کلکتیفیمون با قرش شده هیچ خودی صد سال میشناختگی بر نشمونده اما همزنی شده برده اومد کارتون میکنه От нас от всех поздравления. رحمت تشکر کنی باز سخنهای تبریکاتی از دیوانه ها شنویم کنی کدامشون چه زنم سخندانشون کدامشون من اپاقی باز شما شعر رو سمالی چوکی تبریک کیسه که کدامشون هموشانه البته شما بالای اینها البته انسانی با قدر و قیمت هسته عزیزایتی مرحمت ممکن با زبان روسی تبریک کردنتان مرحمت Зайти. Я вас очень мало знаю. Я вам уже все сказала, все то, что хотела сказать. Но я вам желаю счастья, здоровья, самое главное женского счастья. Huzuri bachukuna degardait. Bravo. اکنون فرنگیزایتی پشتون با تمام کلکتیف تکلیف میکنیم. یک جای کمک شیرینی هم هست از قصر شیرینی های علیستان. همین مباریم نیت کرده خدا خواهد از اینم کارخانه های کلان شده و جهان به طریق جهانی شده و تمام دنیا مشهور شده همین نامی کمپانی شمایان زیاد شود گفته همین شیرینی هم میبریم خدا خواهد 100 سالگیاتون هم خیلی سر یک دسترخوان با شیطنتان را جشن گرفتن نیت کرده همین شیرینی را میبریم و همه کارتون نزدیکتر میبریم شیرینی را میبریم مبارک باشد زادروز مبارک مرحبا کارت دیگه کنی فرنگیزایتی Сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, люблю. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, созвучает большое перо, и шампанское подало. Сколько будет земля кружить, сколько будем жить. С днем рождения, успеха, радости, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения. رحمت زادروز مبارک روز تولد را مبارک باد بگیم فرنگیزایتی امروز روز خورسندی شما امروز ماینش 5 دقیقه از بجازان حضور مپرسیم و یک تا نوبت رقص میدهیم همه امروزه همین روزه کلینت ها مهمان ها دوگان ها که یک تا خوشرکت میرقصیم
خرسندی میکنیم. این لحظه ها غنیمت است. هر یک لحظه های ما غنیمت است. باید خرسندی کنیم، شادی کنیم. نمیدونید که امروز شما انسان در حرکت فدایی که در روز زادروزتان در جای کاری یافته میشماید. الان خیلی انرژیتان هیچ وقت تمام نشود و همیشه در خدمت مردم باشید. زادروزتان مبارک. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان. به رقص هم خرسندی میکنیم. زادروز مبارک. تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا روزیه به یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جای تو قلبم تاریک عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من من به تو عادت کردم وقتی من عشق تو را از تو شکایت کردم دستش دولت نرم هر شب تو را میخونم تو من خواهم میگفتی که بها میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من شبای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من بله بله سواره باشه
بیننده های عزیز، امروز در این کاشانه حسن، در این کاشانه زیبایی، البته صاحبان آن زیبا کننده ها را، فرهنگزادی را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام. خود را احتیاط کنید.